خودتان معرفی بفرمایید. با سلام، نیما نیم متری. کی؟ نیما نیم متری. شما؟ با سلام، یاور 1 متری. تو چند متری بابا؟ با سلام، داوود 2 متری. آفرین. مهمترین صادرات کشور برزیل چیست؟ فوتبالیست. حرف اولش با ق شروع میشه. قطعا فوتبالیست. فرض کنید اینجا کافی شاپه. بله. کافی شاپ که رفتید؟ بله. بسیار خوب. هوا سرده. تجسم کنید بدن شما به یک نوشیدنی گرم احتیاج داره. وقتی وارد میشین چه سفارش میدین؟ دمنوش، کاپوچینو، چای ترش، لاته، چای کوهی، موکا، هات چاکلت. چای سبز. براگم تو نمیخوای چیزی سفارش بدی؟ آقا صندوق شلوغه، گفتم من بعداً سفارش بدم. خدا بره چه منو آف نمو کنی. خودتان معرفی